کسانی که حاملان عرش الهی اند و کسانی که گرداگرد آن تسبیح و ستایش پروردگارشان را می کنند و به او ایمان دارند. برای کسانی که اهل ایمانند استغفار می کنند و می گویند پروردگارا تو که رحمت و علمت را در همه جا گسترده ای، توبه کنندگان و کسانی را که به راه نجات بخش تو آمده اند ببخش و همه‌شان را از عذاب جهنم حفظ فرما. پروردگارا آنها را به بهشت‌های جاودانی که وعده داده ای داخل کن. نه تنها آنها بلکه هر نیکوکاری از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان را نیز داخل کن، زیرا تو قدرتمند و حکیمی. و آنها را از ارتکاب بدیها حفظ نما، زیرا هر کسی را که در آن روز از بدیها حفظ نمایی حقیقتاً مشمول رحمتش قرار داده ای و این همان پیروزی بزرگ است.